چوب طلایی اسمی که ما انتخاب کردیم برش، یعنی که ما سر چوب کوشش میکنیم و همچنان کندنکاریایی که در روی چوب اضافه میکنیم، نقش نگاری که به چوب اضافه میکنیم کار میکنیم، اینا رو زحمت میکشیم به اندازه طلا یا بیشتر از طلا ارزش برش میتیم. چنین نام را برش انتخاب کردیم. چوب ما ابتدا چوبای از خود داخل افغانستان است، از ولایت‌های سمت جنوبی هستند. چوب هم خودش زرد است، چوبای سرخ داریم، چوب سیاه داریم، چوب سفید داریم، چوب زرد داریم و میشه ایرم که چوب زردم و طلا تشبیه کرد. ابتدا که این صنعت چوب که از خیلی قدیما جریان داشتن و متاسفانه این کارا گم شده بود. صنعت ماشینی آمده بود، جایگزین از اینا شده بود که بالاخره فیروزکو، مؤسسه فیروزکو توانست که صنعت دوباره زنده کنه و ما یک از شاگردای فیروزکو بودیم که مدت 6 سال پیش فارغ شدیم در بخش کندنکاری چوب یا صنعت چوب. با تعداد کمی از افراد اینجا مصرف بودن، با شمول خود ما مصرف بودیم اینجا. اما خوشبختانه بگم من در مدت 6 سال بیشتر از 12 نفر هستیم. ما خوشبختانه بگویم ما مردمانی هستند که بیشتر از خودیم، حتی به این صنعتی که ما آموختیم بیشتر از خودیم اینا شوق ذوق دارن که بتونن اینا رو تهیه کنن، بتونن یک از اینا رو در داخل منزل خود یا جای کار خود یا حداقل به شکل تحفه‌ای که انتخاب کنن.